القيادي السابق في الحرس الثوري الإيراني محسن زسكراء، أهلا بك في أرم نيوز. في البداية، وأنت أحد الأعضاء المؤسسين للحرس في الفترة السابقة. في البداية دعني أبدأ وإياك في حجم الرد الإسرائيلي على إيران. ما هي المعلومات التي بحوزتكم بشأن ذلك الرد؟ ما هو تقييمك وما هي قواعد اللعبة الجديدة بين إيران وإسرائيل؟ در واقع در پایگاه هشتم شکاری سیستم کاملی از دفاع S-300 که روسیه به ایران داده مستقر بوده، مخصوص حفاظت از تأسیسات هسته‌ای در این استان. و اسرائیلی ها کاری که کردند، حتی موشک‌های زمین به هوای این سیستم رو نمیخواستند منفجر کنند، چون دامنه انفجار خیلی بزرگ می شده. فقط مغزش در واقع اون چشم راداری که او باید هدف رو تشخیص بده و به موشک‌های زمین به هوا دستور بده که هدف رو بزنن، اون چشم رو در واقع زدن، کور کردن و محوطه‌ای که شاید بزرگتر از مثلا یه دونه 2 تا کامیون حد اکثر باشه، دقیق اونجا رو زدن برای اینکه به ایران بگن که ما میتونیم حالا وقتی دفاع شما رو اینطوری دقیق میزنیم، اون وقت دیگه تمام تأسیسات هسته‌ای که این سیستم بعد ازش دفاع میکرده یا بخش‌های دیگر رو میتونیم همه رو نابود کنیم. و بنابراین این پیام آشکاری بوده به نظرم به جمهوری اسلامی که برتری هوایی و تکنولوژیک اسرائیل به جمهوری اسلامی داره. طبعا سيد زسكراء، إيران تتكتم على حجم الضرر في أصفهان. ليس هناك من معلومات واضحة تصدر عن طهران في ذلك الصدد. ما هو حجم الضرر؟ وأنت قد تكون مطلعا أو لديك مصادر لديها المعلومات بشأن حجم الضرر في أصفهان. قصد اسرائیلی ها هم زدن خسارت بزرگ نبوده، فقط قصدشون این بوده که بگن سیستم دفاع هوایی که جمهوری اسلامی داره در مقابل تکنولوژی اسرائیلی ها کار نمیکنه و به همین دلیل هم جمهوری اسلامی چیزی نمیگه، سعی کرد که حتی بگه تلافی نمیکنه برای اینکه و بگه اینها ریز پرنده بودن، برای اینکه در واقع حالا آقای خامنه‌ای و سیستم جمهوری اسلامی باید 2 بار فکر کنن، باید یا بهتره بگم دوباره فکر کنن که این سیاست محو اسرائیل و آمریکا ستیزی که 45 سال در جمهوری اسلامی هست، آیا میتونن ادامه بدن یا نه. اسرائیل در واقع نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده. الان که مشغول جنگ با یکی از این نیروهای نیابتی یا بهتره بگم گروه‌های تروریستی که جمهوری اسلامی کمک میکنه یا درست کرده، مشغول جنگ با یکی از اونهاست، یعنی حماس و البته جهاد اسلامی هم. الان نمیخواد که از اون هدف خیلی دور بشه، ولی اگر کار غزه رو تمام کنه که البته به قیمت جان بیش از 30,000 مردم بیگناه فلسطین تمام شده، این آتش افروزی و جنگ افروزی آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران که حماس رو روانه میدون جنگ با اسرائیل کردند، اگر اونجا رو تمام بکنه میمونه گروه‌های نیابتی که جمهوری اسلامی در سوریه داره و جمهوری اسلامی در لبنان داره، یعنی حزب الله لبنان. و حزب الله برای جمهوری اسلامی خیلی مهمه، برای اینکه مثل خود جمهوری اسلامی میمونه، مثل خود سپاه میمونه. حزب الله با نیروهای نیابتی دیگه فرق داره و شریک قاچاقچیگری، تولید مواد مخدر، به خصوص قرص کاپتاگون
آمفتامینی که تولید میکنن بهش میگن قرص جهادی و از این محل بین 8-9 میلیارد تا 10 میلیارد دلار در سال درآمد دارن افراد نیروی قدس توی سوریه، شرکایی که دارن و حزب الله لبنان. بنابراین به هیچ وجه نمیخوان این رو از دست بدن. خیلی احتمال داره که اسرائیل بعد از تمام کردن کار غزه، کاری که در سوریه شروع کرده، یعنی زدن مراکز متعدد نیروی قدس و حزب الله و خود لبنان رو ادامه بده و در واقع این نیروهای نیابتی رو که همشون رو هم به عنوان سازمان تروریستی میشناسه، خیلی کشورهای دنیا هم میشناسن، زیر ضرب بگیره و ادامه بده این حملات سنگین هوایی که علیه اونها داره. سيد زسكرا، نعرف أن إيران طبعا تحاول أو تعمل على تثبيت موطن قدمها في السودان، وهي تمد البرهان اليوم بالمسيرات إيرانية الصنع. ما هي المعلومات التي بحوزتكم في ذلك الإطار؟ من اطلاعات خاصی ندارم، ولی به لحاظ استراتژیک جمهوری اسلامی تنگه باب المندب رو میخواد که در دو سوی اون باشه، به خصوص و دریای سرخ رو. حوثی های یمن رو هم به همین دلیل تقویت کرده که خب الان زیر ضرب امریکا هستند. در سودان هم قبلا هم بود، منتها تحولات سودان و تغییراتی که شد دستش کوتاه شد. در جیبوتی هم بود و حتی سعی کرده بود پایگاه نظامی بسازه که خب چند کشور اروپایی و امریکایی جمع شدن و جیبوتی رو از زیر یوغ جمهوری اسلامی بیرون آوردن. الان در سودان بعد از تحولاتی که شد و عمر البشیر و اون تیم کنار گذاشته شدن و حرکت که مردم سودان کردن، بعد کودتایی که صورت گرفت، صحبتایی که با ارتش شد و این جنگ داخلی که در سودان پیش آمده، این امکان رو به جمهوری اسلامی داده که دوباره در سودان بتونه حضور داشته باشه و در اونجا با کمک تسلیحاتی، پولی، آموزشی، کارهایی که میکنن جای پایی برای خودش داشته باشه. اصل ماجرا سودان نیست، اصل ماجرا کنترل روی دریای سرخ و تنگه باب المندب. نعم، أيضا سيد زسكرا، يعني فيما يخص القاعدة العسكرية التي تحاول إيران أن تقيمها على البحر الأحمر، هل نجحت في ذلك حتى الآن أم لا؟ أو ما هو الجديد في ذلك الصدد؟ السودان فعلا مخالفت کرده، فعلا نپذیرفته که یک پایگاه نظامی به جمهوری اسلامی بده. بستگی داره به تحولات سودان که نهایتاً چگونه بشه و برخوردی که کشورهای عربی و کشورهای غربی با سودان خواهند کرد. میدونیم که اسرائیل هم با سودان در صدد تجدید رابطه بود، بنابراین معادلات در اونجا بستگی داره که سودان به کدام طرف بره و چه کشورهایی بتوانند که با او روابط خوبی بگیرن، کمکش بکنن و او رو در واقع از این مصیبت هایی که الان سودان داره نجات بدن یا الان در این جنگی که هست کدام طرف برنده بشه. ولی همطور که عرض کردم و شما هم اشاره کردید، جمهوری اسلامی دنبال داشتن پایگاه در سودان برای کنترل دریای سرخ. تا الان موفق نشده، تا اونجا که من میدونم، که اجازه بگیره و پایگاهش رو دایر کنه. نعم سيد زسكرا، برأيك هل يمكن القول اليوم أن إيران ضحت أو ربما تخلت عن حماس في غزة، وبالتالي دفع كل هؤلاء الأبرياء في القطاع الثمن؟ بخواد نخواهد سکریفایس کرده، حماس رو قربانیش کرده، حماس رو روونه جنگی کرد که
طرفش اسرائیلی است که بسیار خشنه و در تاریخش اگر هر وقت یکی خورده 10 تا جواب داده، 10 برابر تلافی کرده. بنابراین میشه گفت که حماس رو به قربانگاه فرستاد و با قربانی شدن مردم فلسطینی در غزه و حماس عملاً کار این گروه رو تمام کرد برای ضربه زدن به اسرائیل و یا ضربه زدن به روند صلح اسرائیل با کشورهای عربی. نشون داده شده جمهوری اسلامی ابایی نداره از این که کارهایی رو بکنه که به قیمت جان دیگران، شهروندان خودش یا شهروندان نقاط دیگه دنیا تموم بشه. فيما يخص حزب الله اليوم في لبنان، نرى طبعا أنه يلتزم بقواعد الاشتباك بالرغم من التصعيد الكبير الإسرائيلي في لبنان، وبالتالي فإن حزب الله لا يرد كما يجب. كيف تقيم ذلك؟ وهل تضع إيران اليوم حزب الله جانبا تجنبا لخسارة الحزب كما حصل مع حماس في غزة؟ تا اینجا همونطور که قبلا گفتم حزب الله رو، چون خود جمهوری اسلامی مهمترین سازمان بیرون از ایران جمهوری اسلامی است و شریک قاچاقچیگری و درآمدهای جمهوری اسلامی است. حزب الله ابزار دست جمهوری اسلامی برای سایر اداره و آموزش سایر گروه‌های نیابتی در عراق و سوریه و یمن و جاهای دیگه و حتی تجارت مواد مخدر تا ونزوئلا و کلمبیا و مکزیک و کشورهای آمریکای لاتین و اروپایی. بنابراین حزب الله سازمان مهمیه. منتها 2 تا دشواری داره جمهوری اسلامی اگر بخواد حزب الله رو وارد جنگ با اسرائیل بکنه. دشواری اول این است که اسرائیل تهدید کرده از همون ابتدای جنگ غزه که اگر حزب الله وارد جنگ بشه از بیروت یک غزه ثانی درست میکنه و مثل سال 1982 ارتش اسرائیل وارد لبنان خواهد شد تا بیروت میره و حسن نصرالله رو یا میکشه یا دستگیر میکنه یا ناچار میشه مثل یاسر عرفات. قاعدتا البته آقای حسن نصرالله میره ایران. بنابراین میدونه که درگیر کردن حزب الله با اسرائیل جنگ خونینی خواهد شد که احتمال داره کار حزب الله رو هم مثل حماس تمام کنه. اشکال دوم جمهوری اسلامی این است که خود آقای حسن نصرالله هم نمیخواد درگیر جنگ شه. او در واقع الان سالی 7-8 میلیارد دلار از محل مواد مخدر و سایر منابع درآمد داره، 70,000 نیروی مسلح داره، در لبنان عملاً کینگ میکر شده، میتونه تو دولت دخالت کنه، توی حکومت دست بالا رو داره و خلاصه برای خودش یک امپراتوری قاچاقچیگری درست کرده و اگر اسکوبار در کلمبیا زمانی میخواست بره در سیاست، آقای حسن نصرالله اسکوباریه که در سیاست پیشاپیش وارد شده، اسلحه هم داره و این بساط رو او هم نمیخواد به هم بخوره. حاضر نیست که این دستگاهی که داره و کیابیا و بروبیایی که داره به هم بخوره. بنابراین دشواری دوم جمهوری اسلامی این است که به این سادگی هم نمیتونه حزب الله رو وارد جنگ بکنه، خیلی تمایلی نداره. ضمن اینکه اون وقت بقیه بخش‌های لبنان هم، یعنی اهل تسنن و مسیحی های لبنان هم به هیچ وجه موافق نیستن که حزب الله لبنان رو وارد جنگ با اسرائیل بکنه، چون کشورشون صدمه میخوره. سيد زسكرا، سؤال أخير. لوحظ أن في الفترة الأخيرة أيضا الحشد الشعبي في العراق تراجع ربما في أدائه. هل ذلك يعني أن إيران ربما تريد أن تحيد الحشد الشعبي حاليا أو أن لديها مخططات أخرى؟
نه، با هشت شعبی به هر حال ابتدای جنگ غزه به پایگاه‌های آمریکا حمله کردن. هشت شعبی خب مجموعه چندین گروهه که خیلی هاشون مثل النجبا یا کتایب حزب الله مستقیما نیروی قدس سپاه حضور داره، کمک میکنه، حتی در شلیک موشک و تجهیزاتشون دخالت داره و با آمریکایی ها درگیری هایی داشتن که خب عملیات و حملات امریکایی ها خسارت بهشون زد، از جمله معاون یکی از این سازمان ها کشته شد. و حمله اخیر اسرائیل به پایگاه نظامی در جنوب بغداد و استان بابل یکی از مهمترین پایگاه های هشت شعبی رو هدف قرار داد، پایگاه نظامی که خیلی هم در اون تجهیزات داشتن و اونها رو از بین برد. بعد در عراق هم مثل لبنان و شاید بدتر از لبنان و بیشتر از لبنان یک سری مشکلات دارن همین گروه های هشت شعبی، یعنی بخش های مختلف دولت و پارلمان و مردم عراق و اهل تسنن و کردها و بخش‌هایی از شیعیان با هشت شعبی موافق نیستند و نمیخوان عراق صحنه جنگ ایران و اسرائیل یا ایران و آمریکا بشه. بنابراین به کار گرفتن هشت شعبی هم مشکلات داره، مشکلات خودش رو داره. ضمن اینکه هشت شعبی هم مثل حزب الله، مثل خود سپاه در ایران فاسد هم هست، یعنی درگیر کاسبی و تجارت و شرکت‌های مختلف و اینها هم مسئولینش هستند و اونها هم نمیخوان که موقعیت هاشون به خطر بیفته. بنابراین اینطور نیست که جمهوری اسلامی بتونه هر جوری دلش میخواد هشت شعبی رو هم گروه های مختلفی که تشکیل دهنده هشت شعبی هستن و وارد جنگ با آمریکا یا اسرائیل بکنه. نعم، محسن زسكراء القيادي السابق في الحرس الثوري الإيراني، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء الخاص. Thank you for having me.